سلام، به کانال یوتیوب ما خوش اومدید. من مبینا. منم سمیه. امروز اومدیم یه سری از سوالایی که شما از ما پرسیدید، هم توی کوئسچن باکس اینستاگرام، هم به عنوان استادای زبانی که چند ساله داریم درس میدیم، سوالایی که بیشتر زبان آموزا داشتن و براتون توضیح بدیم. حالا شما بفرمایید. میخوایم بدونیم چجوری باید زبان انگلیسی رو شروع کنیم. حالا من یه سری لیستی از سوالایی که پرتکرار بودن و تهیه کردم، قرار دونه دونه اینا رو جواب بدیم. حالا چون ما دو تا آدم مختلف هستیم، دو تا استادی هستیم که نحوه تدریس جداگونه داریم، امکان داره که این نظراتمون کاملا با هم دیگه متفاوت باشه، اما قراره با هم دیگه به تک تکشون جواب بدیم. خب اولین سوالی که پرسیدن اینه که اصلا من چطوری زبان خوندن رو شروع کنم؟ چطوری باید شروع کرد؟ من فکر میکنم برای اینکه زبان انگلیسی رو شروع کنی اول باید یه منبع خیلی خوب داشته باشی. ما هممون ایرانی هستیم، برای اینکه زبان انگلیسی رو شروع کنیم باید یه منبعی داشته باشیم که خودشون، یعنی خود امریکایی‌ها برامون محصول برامون تهیه کرده باشن. زبان انگلیسی کپی دیگه، تو باید دائما کپی کنی، همونجور که ما زبان فارسی رو کپی کردیم. نمیدونم حالا شاید دوستان با این نظر موافق باشه، شاید هم مخالف باشه، ولی نظر من اینه. خب اما به نظر من اولین چیزی که شما وقتی میخواین زبان انگلیسی رو شروع کنین اینه که بدونین هدفتون چیه. اصلا من چرا باید زبان بخونم؟ چون کسی که هدف نداشته باشه قطعا نمیتونه موفق بشه، چون که زبان انگلیسی یعنی یه راه 100 ساله است که توی شب نمیشه تمومش کرد. یعنی امکان داره شما بارها برید ول کنید دوباره از اول، چون که هم فراره، یعنی زود فراموش میشه، همین این وقفه ها شما رو عقب میندازه. اگه یه هدف مشخص برای خودتون داشته باشید و بدونید دقیقاً خواستتون چیه، برای شروع زبان انگلیسی اولین قدمه. اما بعدش فکر کنم این شناخت یه منبع خوب، البته به نظر من استادم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. استادم خیلی خوبه که بدونه که چجوری نحوه تدریس، یعنی بدونه. ولی دوستم میگه خب شما باید یه هدف داشته باشید. درسته، هدف خیلی خوبه، ولی مطمئنا زبان انگلیسی یه زبانیه که هممون بهش نیاز داریم. شما اگه یه منبع خوب پیدا کنی، بری شروع کنی بدون اینکه هیچ استادی داشته باشی، توی خونه خودت میتونی از رو منبع یاد بگیری. وقتی یاد گرفتی، وقتی میبینی که بلد شدی، میتونی از پس خودت بر بیای، یواش یواش هدفی هم برای خودت مشخص میکنی. این که بخوای دائما فکر کنی که حالا من هدفی ندارم یا زبان انگلیسی سخته، خب شاید یه ذره عقبت ببره. به نظر من میتونی اقدام کنی. حالا اگه هدفتو پیدا نکردی، اگه انگیزه‌ای نداری، شروع کن به یادگیری. ببین دوست داری یا نه. مطمئنم وقتی بتونی مکالمه‌ای بکنی لذت میبری. درسته؟ آره، من خودم حالا علاوه بر زبان انگلیسی به یادگیری زبان‌های دیگه هم علاقه دارم، اما اون لحظه، اون حسی که آدم بهش دست میده وقتی میتونه خودش رو به زبان‌های دیگه معرفی کنه، خودش رو بیان کنه، به نظر من واقعا چیزیه که نمیشه با هیچ چیزی مقایسه‌اش کرد. حالا بریم سراغ سوال بعدی. موافقین؟ بله. سوال بعدی که پرسیدن که چطوری دامنه لغات خودمون رو زیاد کنیم؟ چطوری باید دامنه لغات رو زیاد کرد واقعا؟ خب کلا حالا برخلاف نظر بعضیا میگن که میشینیم روزی 10-15 تا لغات حفظ میکنیم، که کاملا من این رو رد میکنم، اصلا باش موافق نیستم. ما اگه بشینیم روزی بی هدف 10 تا 15 تا لغت هم حفظ کنیم، خب مسلما همه آدما یادشون میره. به نظر من حالا یه سری از بیزنس ها را افتاده که مثلا میگن آقا ما کتاب 1100 واژه رو توی 30 روز به شما یاد میدیم. خب بر فرض مثال شما اون 1100 تا واژه رو یاد گرفتی، خب بعدش چی؟ وقتی ندونی، چون زبان انگلیسی یه طوریه که یه واژه رو ممکنه شما مثلا توی گوگل بزنید یه ترجمه به شما بده، در صورتی که اصلا توی اون موقعیت مد نظر شما قابل استفاده نیست. به نظر من یادگیری هر لغتی 6 تا مرحله داره. شما اول برای خودتون رو آماده کنید که بتونید این 6 تا مرحله رو ازش گذر بکنید. یعنی یه واژه‌ای رو می‌بینید باهاش آشنایی ندارید، حالا این واژه میاد به گوش شما آشنا میشه، بعد که به گوش شما آشنا میشه میشنوید که کجا دارن اون واژه رو استفاده میکنن، نه؟ دقیقاً. بعد از اون خودتون تازه یاد میگیرید آقا منم بیام این واژه رو استفاده بکنم. کجا باید استفاده بکنم. حالا اما به نظر من توی این مبحث اینکه چطوری دقیقاً این باید دامن لغات رو بالا ببریم، دو تا شاخه متفاوته. یکی شاخه اسپیکینگه، درسته؟ استاد موافقین؟ نظر من از کانورسیشن های خیلی کوتاه شروع کنیم به کپی دیگه.
یعنی اونا رو تکرار کنیم، بارها بارها تکرار کنیم. نیاز نداره تو کلمه حفظ کنی، تو همون جور که داری کانورسیشن رو حفظ میکنی متوجه میشی که کجا این استفاده شده، اصلا این تو ذهنت دیگه باقی میمونه. خیلی آسون. نظر شما چیه؟ به نظر من موافقم. حالا بحث ریدینگ و رایتینگ متفاوته. مثلا ما یه سری از دانش آموزا هستن که اهداف خاصی دارن، مثلا فقط برای کنکورشون یه سری واژه میخوان یاد بگیرن. به نظر من توی اون مرحله استفاده از کتابای مثلا 1100 تا واژه هیچ اشکالی نداره، چون فرد به دنبال اکتیو کردن اون کلمه نیست، صرفا فقط دنبال اینه که اون کلمه برای روز اون امتحان خاصش تو ذهنش بمونه. اما اگه آدم بخواد صحبت بکنه قضیه کاملا جداه، هم از طریق سریال، هم از طریق آهنگ گوش دادن، هم از طریق خوندن کتابای مختلف. به نظر من میشه این دامن لغات رو بالا برد. درسته، ولی کسایی که دارن برای کنکور دارن درس میخونن دیگه، خب اینا یه سری منبع دارن، میرن قاعدتا اونا رو حفظ میکنن، خب میرن یه امتحانی میدن، معلومم نیست حالا یادشون بمونه یا نه. من حالا فکر میکنم اکثر مردم میخوان یه جوری یاد بگیرن که خودشون وقتی میخوان برن خارج از کشور یا با یکی صحبت کنن تو فضای مجازی بتونن گیریم خودشون از آب بکشن بیرون. یعنی چی؟ یعنی که بتونن پس خودشون بر بیان. خب الان اون موقع باید چیکار کنن؟ حالا کلمات کتاب شاید اصلا به دردشون نخوره، اونایی که تو کنکور اومده شاید مثلا فقط به درد کنکور بخوره. پس من میگم همون کانورسیشنی که توی کتاب اومده و خیلی الان دارن ردش میکنن که ما کتاب محور نیستیم، ما مثلا کتابو تدریس نمیکنیم. فکر میکنم اول باید کتابو بلد باشی، چیزی که خودشون طراحی کردن و خودشون گفتن نیازه، خود امریکایی‌ها خودشون گفتن نیازه، ما همونا رو بریم کار کنیم. از روی فایل صوتی هم باید کار کنیم، چون ما هممون ایرانی هستیم. بعضی کلمات رو درست ادا می‌کنیم، بعضی رو بر حسب عادت یا بر حسب اینکه یه استادی بهمون اشتباه یاد داده، خب ما هم اشتباه تلفظ می‌کنیم. ولی فایل صوتی این اشتباهات رو نداره. یعنی تو می‌تونی مسیرت رو کوتاه کنی، از فایل صوتی استفاده کنی، از منبع موثق یعنی کتابایی که خودشون طراحی کردن از اونها استفاده کنی، پیشرفت کنی. حالا توی این شاخه هم درسته. آره به نظر من هر چقدر هم مثلا میگن زبان انگلیسی داره عوض میشه، روز به روز داره آپدیت میشه، این درسته، اما همیشه ما میگیم های، هلو، مثلا دیگه نهایت هم های در، دیگه نهایت چیزایی که استفاده میکنیم زیر همون زیر شاخه هایه. حالا شما بعد از اینکه اینا رو یاد بگیریم میشه بریم سراغ چیزای تازه تر. به نظر من توی وهله اول میشه همین تمرکزمون رو بذاریم روی چیزای بیسیک، چیزایی که حتی خیلی هم میگن قدیمی تره. بعد که اونا رو یاد گرفتیم نهایت روز به روز سریال که ببینیم توی جاهای مختلف که قرار بگیریم، این همه دامنه ها میتونه آپدیت بشه. درسته؟ دقیقاً بله. ما برای اینکه شما زبان انگلیسی رو یاد بگیرید، کاری که اگر میخواید واقعا یاد بگیرید، کاری که بهتون میگم انجام بدید. شما میتونید یه محصولی رو تهیه کنید که فایل صوتی داشته باشه، خودتون تو خونه بدون اینکه آموزشگاه برید، بدون اینکه اصلا خرجی داشته باشه براتون، زبان انگلیسی رو شروع کنید به خوندن. 1-2 درس با فایل صوتی تکرار، یعنی شده یه کانورسیشن رو 50 بارم که شده گوش بدید تا تو ذهنتون بره. چون که زبان فارسی زبان مادریتون رو یاد گرفتید، یه کانتکست ایجاد کنید که بتونید زبان انگلیسی یاد بگیرید. حالا این کانتکست رو باید چجوری ایجاد کنیم؟ هیچی، فقط با فایل صوتی. شما دائما فایل صوتی رو گوش میدید 50 بار، حتی شده 100 بار، نسبت به چیزی که هستی خودتون. یعنی ببینید با 50 بار شاید یاد گرفتین، میتونین بعد 50 بارم تکرار کنید، اینو بارها بارها تکرار کنید، بعدم میتونید بنویسید. نیاز به استاد و آموزشگاه هم ندارید، خودتون شروع کنید. اگر دید علاقه دارید، دیدید لذت بردید، میتونید راههای دیگر هم امتحان کنید. نظرتون چی استاد؟ من موافقم، اما زیاد این سوال رو طولانی نکنیم، بریم سراغ سوال بعدی که پرسیدن. بهترین اپلیکیشن برای یادگیری زبان انگلیسی. خیلی سوال چالش برانگیزیه، خیلی هم دنبالشن که یه کسی باشه لقمه آماده رو بهشون بده، اما در واقع ما همچین چیزی نداریم. حالا یه سری افراد میان همون چیزی که تو کتابه رو در قالب حالا راه‌های مختلف به مردم میفروشن، اما در مجموع همون چیزای بیسیکیه که همیشه بوده. حالا برای اپلیکیشن اگه شما دنبال یه پارتنر خوب میگردید برای مکالمه، من خودم برنامه هلو تاک رو بهتون پیشنهاد میکنم. حتی بستر یوتیوب، حالا چند تا از چنلایی که خوب باشه رو ما براتون میذاریم.
میتونید از این چنل‌های واقعا افراد نیتیو هستن استفاده بکنید یا از برنامه هلو تاک استفاده کنید برای پیدا کردن پارتنر مکالمه. چون به نظر من وقتی شما یه پارتنر مکالمه داشته باشید 90% راهو رفتید، چون هر روز اطلاعات شما با اون پارتنری که دارید آپدیت میشه، چون اون فرد واقعا توی دنیای واقعی زندگی میکنه که انگلیسی داره توش استفاده میشه. بله درسته، واقعا هم این اپلیکیشن ها به درد میخورن. ولی بچه ها اگر میخواین برین سراغ این اپلیکیشن ها، من بهتون پیشنهاد میکنم اولش شما باید وقتی که دارین زبان انگلیسی یاد میگیرین برین بیسیک رو یاد بگیرین. وقتی شروع کنین اینا رو یاد بگیرین اون وقت میتونین از این اپلیکیشن ها برای پیشرفت خودتون استفاده کنین. الان خب این برنامه‌ای که توی اپلیکیشنایی که هست کسایی که بلدن آره میتونن ازش خیلی خوب استفاده کنن و خودشون ارتقا بدن. ولی اگه شروع نکردی هنوز بیسیکو شروع کن، خیلی زودم به اونجا میرسی که بخوای خودتو پیشرفت بدی و خیلی هم زود میتونی بری بالا. درسته. خب حالا سوال بعدی که اما داشتن اینه که چرا وقتی خودم تنهام راحت میتونم صحبت بکنم اما توی جمع که میرم انگار تمام حرفایی که تا حالا یاد گرفتم یادم میره. به نظر من 2 تا علت کلی بیشتر نداره. یکی اینکه ما ترس از شکست داریم، یعنی میترسیم که جلوی بقیه مثلا ضایع بشیم، جلوی بقیه یه اشکالی مثلا توی صحبتمون باشه. اما شما فکر میکنید واقعا ما خودمون هم توی فارسی حرف زنیم یه موقعی توپق میزنیم، اینطوری نیست اصلا هیچ اشکالی نداشته باشیم. مثلا امکان داشته باشه من تو همین ویدیو 1000 تا توپق زده باشم. توی انگلیسی هم همینطوره، حالا یکم اون توپقا واضح تره ها، به چشم بیشتر آره به چشم بیشتر میاد. حالا یکی این ترس از شکسته. بحث دومی که هست اینه که شاید اعتماد به نفس کافی ندارید، یعنی اعتماد به نفس اینو ندارید که به بقیه بفهمونید آقا من این علمو دارم و میتونم ازش استفاده بکنم. یعنی این بحث اعتماد به نفس هم توی اصلا صحبت کردن و روابط اجتماعی و هر چیزی که شما فکر کنید میتونه تاثیر داشته باشه که یکی از چیزایی که خیلی روش تاثیر میذاره زبان انگلیسیه. ببین این مشکل خیلی حادی هم نیست، تو توی خونم حتی خودت میتونی اینو حل کنی. ببین وقتی شما اصلا از خودت ویدیو بگیر، میخوای اگه برات اینقدر مهمه که بتونی جلوی جمع هم حرف بزنی، فقط با ویدیو گرفتن و ریکورد صدات میتونی مشکل رو حل کنی. ببین زبان انگلیسی واقعا وقتی که یاد میگیری اعتماد به نفست خیلی میره بالا. من اصلا کلا اعتماد به نفس رو که قبول ندارم. همه ماها اعتماد به نفس رو داریم، یکی تو زبان انگلیسی داره، یکی تو یه مهارت دیگه ای داره. اصلا هیچ کس نمیتونه تعیین کنه که تو مهارت اعتماد به نفس داری یا نداری، هیچ کس نمیتونه تعیین کنه. ولی خب بعضی واقعا فکر کنن چون اعتماد به نفس ندارن نمیتونن زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. اینم خیلی واقعا درسته، ولی فقط راحت میتونی با همین ریکورد صدا و ضبط ویدیو از خودت بارها تکرار کنی، بعد میبینی که جلوی جمع راحت میتونی حرف بزنی. موافقی؟ من موافقم. آره به نظر من واقعا ایده خوبیه اگه ما خودمون رو طوری ببینیم که دیگران ما رو میبینن، یعنی چه ویدیو باشه از خودمون ضبط کنیم چه جلوی آینه باشه. من خودم یادمه که خیلی وقتا مثلا بچه‌تر که بودم عروسکامو میچیندم و برای اونا سخنرانی میکردم، مثلا یه موضوعی رو انتخاب میکردم درباره اون آماده میشدم، بعد عروسکام به عنوان آدمای واقعی در نظر میگرفتم که من دارم جلوی اینا صحبت میکنم. بعد حالا یه چیزی هم که بهتون میگم، یه تریک خیلی باحالی هم که من داشتم این بود که من آدما رو طوری که دلم میخواست تصور میکردم. مثلا با لباس دلغک مثلا شب بگم استادمو تصور میکردم، اون لحظه احساس راحتی به من دست میداد که من جلوی آدم خاصی نیستم، تو ذهنم کسی رو تصور میکردم که لباس دلغک پوشته. به نظر من خیلی باحاله که بتونید ذهن خودتون رو گول بزنید و دنیا رو اون جوری که دوست دارید ببینید. واقعا ایده خوبیه. فکر کنم برای اینکه بتونی مهارت رو ببری بالا بهتر اصلا باید خودت رو بشناسی، ببینی چه جوری احساس راحتی میکنی. همه چیز بستگی به ذهن آدمو داره. درسته؟ خب سوال بعدی چیه؟ اینه که چرا هر چقدر انگلیسی میخونم بازم یه چیزایی هست که معنیشو نمیدونم. خب نظرت چیه استاد؟ نظر من اینه که اگه اینو بدین میکروفون بدین به من تو فارسی هم الان یه سری کلمات اصلا معنیشو نمیدونم ولی اصلا مهمم نیست. در هر صورت من دارم محتوای کلی رو میفهمم، حتی اگه یه واژه رو نفهمم دارم محتوای کلی صحبت فرد رو میفهمم. نه مثلا یکی میگه مثلا قوس قزح،
خب این الان دیگه مثلا یه کسی که حالا من معنیشو میدم، حالا یکی دیگه امکان داره معنیشو ندونه، ولی اصلا مهم نیست چون اصلا اونقدر استفاده نمیشه. یک دوم این که من امکان داره بر اساس صحبت‌های دیگه‌اش بفهمم منظورش چیه. یعنی اینکه شما درکی از مطلب داشته باشید خیلی مهمتر از اینه که بتونید تک تک واژه‌ها رو بفهمید. این خیلی تو سریال دیدم به شما کمک می‌کنه که روی واژه‌ها قفلی نزنید. سعی کنید کل محتوا رو بفهمید. دقیقاً واقعا همینطوره. ما الان داریم فارسی صحبت میکنیم، اصلا برو کاپوت ماشین رو بزن بالا، اسم قطعاتش رو میدونی؟ نه، اصلا نیازی هم نداری که بدونی، نیازی اصلا تو مکالمه روزانت نداره. شما هم که یاد بگیری، همین مکالمه محاوره‌ای رو یاد بگیری، موقع میری به یه چیزی علاقه داری، میری کلمات اونم خیلی راحت یاد میگیری. شما الان فقط نیاز داری که بتونی صحبت کنی، بعد همه چی پشت سرش خودش دنبالش میاد. منم واقعا موافقم. سوال بعدی این بود که بهترین منبع یادگیری زبان چیه؟ فکر کنم سوال خیلی باشه. بهترین منبع یادگیری زبان انگلیسی چیه؟ من خیلی وقته کتابای مختلفی رو امتحان کردم، راههای مختلفی رو رفتم. به نظر من بهترین نیست، ولی اگه چند تا منبع کنار هم قرار بگیرن میتونن به ما بهترین خروجی رو بدن. مثلا امکان داره یه کتاب از لحاظ گرامر خیلی اوکی باشه، من میتونم از اون کتاب استفاده کنم. امکان داره مثلا من با سریال دیدن لیسنینگم قوی بشه، برای لیسنینگ میرم برای سریال، چون که زبان خودش شاخه‌های مختلفی داره، مهارت‌های مختلفی داره. ما میتونیم بهترین ها رو بهترین رو از کنار هم قرار دادن چیزای خوب به دست بیاریم. این که بهترین منبع چیه سوال خیلی سختی نیست. فکر میکنم الان کتابایی که توی سایت ها وجود داره، توی کتاب فروشی ها هست، اونا همشون برای همین کار تهیه شدن. فکر کنم اول ویدیو هم گفتیم راجبش. همین کتابا خوبن، چیزی که فایل صوتی البته داشته باشه، ما بتونیم از فایل صوتیش استفاده کنیم که خروجی بهتری بهمون بده. سوالای ما برای امروز تموم شد. امیدوارم برای شما مفید باشه. اگه سوالی دارین توی قسمت کامنت ها از ما بپرسید، پیجامون هم براتون میذاریم. اگه سوالی دارید یا توی بحث زبان سردرگمید به ما پیام بدید، حتما راهنماییتون میکنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. خداحافظ. خیلی ممنون. خداحافظ.